آیا میدونستید لوئیس سوارز ستاره توپای ناماق تیم ملی کشور اوروگوئه پدر بزرگش هم چتی ما بوده؟ حدود 70 yıl مننگاباخ شخصی به نام مشه سلطانگولو از روستای ما گتمخ میکنه بندر عباس برای ایشتمخ. همونجا چند تا الله تام بی خبر مشه سلطانگولو رو اغوراماقش میکنن، میسوخنش تو کشتی آپارماقش میکنن اوروگوئه. تو یکی از کندهای اوروگوئه به عنوان برده میگیرنش به ایشتمخ. این یازق هم که دیگه راه گاشماخ نداشته همونجا باشتماخ میکنه به زندگانی. واسه خودش بوق دادن، اریختن، گیردکاندن اکمخ میکنه یا آوادانلق هم چکمخ میکنه. یه روز که میره لب بلاخ سویشمخ کنه گوزش میفته به یک قز اوروگوئه‌ای که تو مانکوینک پوشیده بوده و لپاش هم قرمز بوده. یه آلما میده بهش و اون قزم آلما رو دیشتمخ میکنه، یه göz میندازه به مشه سلطانگولو. همونجا بهش ورولموش میشه و با هم evlenmek میکنن. نچه aydan sonra مشه سلطانگولو دچار یه بیماری به اسم دیابت بدمزاج میشه که هر 3 دقیقه‌دن bir تشنش میشده و دنبال آب میگشته. از تشنگی زیاد هر کی رو گرمخ میکرده بهش میگفته سوارز. بعدها مشه سلطانگولو به میشا سلطانیکو سوارز معروف میشه. آروادش بویلو میشه و صاحب یه اغلان پسپوسیا اغشار میشن و اسمشو میذارن بایرامگولو. اوشاقو میبرن ثبت احوال که براش شناسنامه توتماخ کنن. رئیس ثبت احوال اوروگوئه به زبون لاتین بهش میگه ادا اصل دیوزوئه بونات دوشاقو گویپسان. اسم اوشاقو میذارن برناردو هم صاحب یه اغلان میشه، اسمشو میذاره یارپوز. رئیس ثبت احوال بازم اعصابش کارشماخ میشه و میگه بابا بسی دا شورون چخاط میوز گرک، اسم یارپوزو میذاره لوئیز یک کلمخ میشه و اونقدر با گیردکانهای بهت دادش رو پای میزنه که تبدیل میشه به یه ستاره. سوارز ها بعدها برای پس گرفتن زمین های پدرشون به کند ما گلمخ میکنن، ولی چون هویت اصلیشون سیلمخ شده بوده عموی بابای لوئیس شخصی به نام مشه ایوز که به یکه گرومپت معروف بوده زمین های داداشش مشا سلطانیکو سوارز رو یمخ کرده و یوخاره چکمخ کرده. دیده شده که لوئیس سوارز هنوز برای آلماق یرهای ددپای آخر هفته به شورا و دیاری های کند ما میاد، ولی گجاهای ما با آغاز